سلام و درود خدمت شما دوستا و هموطنان عزیز. امید که جور و سرمند و سرحال باشین در هر گوشه و کنار از دنیا که زندگی به سر میبرین. خب دوستای عزیز، ما در ویدیو قبلی خود بر شما روک یا ساز شدن در مورد بحث خود قرار دادیم که خیلی مهم است. یک کشتیگیر زمانی که میخواید یک کشتیگیر مسلکی باید ابتدا ساز شدن خود را یاد داشته باشد و در این جلسه خود ما میخوایم بر شما پایگیری را به شکل کاملش کار نماییم و مورد بحث خود قرار میدهیم. قبل از اینکه ما پایگیری را کار کنیم، پهلوانا باید بدانند که یک پای از چند حصه و چند آلت گرفته میشه. ما پای از دو آلت گرفته میتونیم، یکی قسمت خارج پا و دوم داخل پا و سه حصه گرفته میتونیم، موزه پا، سر پد و بیخ پد. حالا ما کار میکنیم به شکل کاملش. امید که تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. خب دوستای عزیز، در ابتدا ما از داخل کار میکنیم، از سه پای. ما یک فرمول دارم، امی فرمول را در پایگیریتان اضافه کنیم یا علاوه کنیم، به امی فرمول حرکت کنیم، انشاءالله در پایگیریتان سکتگی ایجاد نمیشه. ابتدا ما از داخل کار میکنم. فرمول چی است؟ وقتی که میخوایی پای از داخل بگیری، قبل از این باید اول یک پای از این انتخاب کنم که باید کدام پایش رو بگیرم. من انتخاب کردم پای راست نورالله را میگیرم، پس باید که دست راستم بگیرم چون از داخل بیاید. فرمول چی است؟ حالا فرمول را برات میگم. کدام دستی که پای میگیری، امو پای تا باید پیش بانی. اونمو پای ابتدا در توشک میخوره، چی هر حسش که باشه، اگر موزه باشه، سر پد باشه، بیخ پد باشه، فرق نمیکنه. فقط همین فرمول کافی است که به شکل منظمش تو مرحله به مرحله کار شد و همچنان این هم باید داشته باشه. فرق نمیکنه این پای نزدیک باشه یا دور. همین پای تا نورالله دور هم بانی، دور بان، اونمو گپ است، نزدیک هم بانی، اونمو گپ است. این بر ما کدام مشکل نداره. فقط کافی است که این فرمول که من براتون حالا کار میکنم، این فرمول کار کنیم. خب فرمول چیز کار میکنم؟ دوستان دقت داشته باشه، خیلی مهم است. ما میخوایم اول از موزه پای شروع کنم. فرمول چیست؟ کدام دستی که پای میگیری، اونمو پای باید پیش باشد. اونم پای پیش اول گنده بخورد و بعد از اون دست میاد در موزه پای. یک چیز دیگر را متوجه باشید، این دست سر شانه کشتیگیر رسیده، شانهش محکم گرفتی، چون تو یک بار دفاعی به خود داشته باشی، جنه که ایلا کنی سر تو حمله کنه. رفتیم فرمول اول، پای نشست کرد، دست آمد سر موزه پای. اینجا که ما دست آمد به موزه رسید، با اینجا شانه را اعلام میتیم. دست میاد سر موزه جمع میکنیم، کش میکنیم، پایش خوابش میکنیم. باز کار میکنم، خوب متوجه باشه. پای مشخص است، پای راست نورالله را میگیرم، از داخل میگیرم، کدام دستی که پای میگیرم، همون پای پیش است، اونمو پای اول گنده میخوره، بعد از او دست میاد قسمت موزه و شانه رها میده، پایش میگیرم، خاکش میکنیم. سرعتی کار میکنیم. خب دوستا، ما اول کار کردیم موزه پا، حالا میایم سر پد کار میکنیم. سر پد هم همون فرمول است. کدام دستی که پای میگیریم، همون پای پیش، همون پای اول زانو میخوره و رفت میکنیم. و سر هم خیلی مهم است که باید در قسمت سینه علیق باشه، نه خارج نه داخل. در ایسه که ما سر پد میگیریم باید سر قسمت سینه باشه. اینجا تکرار میرم، از باز خوب متوجه باش. اینی حالت دومی بود. حالت سوم که ما شما بیخ پد است، حالت های است که بعد از رفت پای ما درخکن میکنیم یا دخن میکنیم یا زموج یک تبدیل به دو میکنیم. اینی حالت هاست کار میکنیم. فقط کافی است این فرمول کار کنیم. این شکل. خب دوستا، این بود سه حالتی که از داخل گرفته میشد. حالا ما از دو پای اینمی سه حالتی که گفتیم، سه پای که گرفته میشه، موزه، سر پد، بیخ پد و حالت اول بود که از داخل پای گرفتیم. صورتی تر کار میکنم. امید که شما تا آخر برنامه با ما باشید و از حالت دوم که خارج از اون کار میکنیم شما آگاه باشید.
و یک چیز دیگر رو من گفتم که باید کارش کنیم. فقط فرمول کافی اجرا کنیم. مهم نیست پای دور باشه نزدیک. حالا این پای تا دور بندور رو این خوب متوجه دقت دور بند پای تا هر قدر دور باشه دور بند. فقط کافی است ما طبق فرمول کار کنیم یا عمل کنیم. خب این بود سه حالت داخل. حالا ما از خارج کار میکنیم. خب دوستا فرمول داشتیم که تمود سه که پای میگیریم باید هم پای پیش باشه و هم پای اول در زمین یا گنده بخوره که رفت پای ما سکتگی ایجاد نکنه. اول آمد پای گنده خورد، دوم دست میره قسمت موزه پای و سیم دو میزنیم اینجا. تکرار میریم بر پا. خب متوجه که تمود سه که پای میگیریم همون پای پیش است. پای آمد گنده خورد، بعد از اون دست رفت در موزه پای و این پای اینجا نمی باشه جمع میشه یک دورونی یک دور میشه این صورتی تر اجرایش میکنم. خوب دوستان از حالت دوم سرپد هست. سرپد کار میکنیم. سرپد عیناً اون شکل اول که کار کنیم اون قانون است فقط نیست از خارج نه. پای گنده خود و قسمت سر هم و قسمت پیشانی هم موجود و همچنان دقت شام همین شکل. خب دوستان حالا این پایگیری از قسمت خارج هر دو پای صورت تر کار میکنم. خب متوجه باشین. پای رو سرپد بهتر. خب دوستان عزیزی بود جلسه تکنیک امروز ما. اگر از ویدیو ما خوشتان آمد صفحه اینستاگرام و تیک تاک ما رو لایک و فالو نمایید و اگر میخواین ویدیو کامل ما را تماشا کنید به صفحه چینل یوتیوب ریسلر افغانستان بپیوستید و اونجا میتوانید که ویدیوهای ما را به طور کامل مشاهده کنید.